خب السلام علیکم اکای داملا. خب شوهر من دویم زن گرفته است. من زید نیستم اما ما را خوب نگاه نمی کند. من مجبور شده ام در یک مگزین تاجیکا پالشویک کار در آمده ام. 3 فرزند دارم. آیا در اسلام من گناهگار می شوم برای کار کردن؟ برای کار کردنم دیگر علاج نداشتم. نه خواهر محترمه، گناهگار نمی شوید. اینجا اما شوهرت گناهگار است. شوهری که عدل کرده نمیتونه. 2 زنگی و 3 زنگی و چند شب پیش ما صحبت داشتیم شرط داره. شرط اینه که انسان عدل کرده بتونه. همون آیتی که خداوند امر کرده میگه و این خفتم الا تعدلوا فواحدة. اگر شما خیف برای که عدل کرده نمیتونه، یک تا برای شما بسنده است. با همراهی 3 فرزند، زن و فرزندات نگاه نکنید بالاش با یعنی زن بگیری. این عدالت نیست، این جوانمردی نیست. فقط من اینجا یک حدیث برای شخصیت هایی که یعنی دویم زن میگیرن، یک زنشون نسبت به دیگر زنشون زیادتر نگاه میکنن و دیگر زن بی پرواگی میکنن. فقط یک روایتی را میخوانم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که من کان له امرأتان یمیل لاحداهما علی الاخرى جاء یوم القیامة احد شقیه مائل. هر شخصیتی که 2 زن دارد، نسبت به یک زنش زن دیگرش زیادتر و خوبتر نگاه بین میکند، نسبت به زن دیگرش بی‌پرواگی میکند. این زنش این شخصیت وقتی در روز قیامت در محضر خداوند خیزانده میشود، یک باری تنش شل هست، یک باری تنش از کار برآمدگی است. یعنی که در روز قیامت یک باری تنش یعنی از کار ماندگی و شل میخسته است. شخصیت 2 زنه که یعنی که نسبت به یک زنش زن دیگرش زیادتر نگاه بین میکنه و نسبت دیگر زنش به اهمیتی میکند. خب به طهارت تسبیح گفتن ممکن است؟ بله برادر عزیز، تسبیح گفتن، تلاوت قرآن کردن، یعنی آیت هایی که از یاد میدونی به طهارت درست است. اما قرآن قپیدن، یعنی قرآن خوندن، از روی قرآن به دست قپیدن به طهارت معنی است. چون که در سوره واقعه رب العالمین گفت لا یمسه الا المطهرون. قرآن قپیده نمیتوانند مگر شخصیت های به طهارت. اما قرائت و تلاوت قرآن، خواندن آیات ها را ذکر گفتن به طهارت درست است، یعنی که معنی نیست. حتی بعضی از علما گفتن در حالت جنابت هم انسان در حالت جنوب بودنش یعنی ذکر گفته میتونه، بسم الله گفته میتونه، الحمدلله گفته میتونه. بعضی یعنی ذکرها را در حالت جنابت هم بعضی از دوستای خدا اجازه دادن. آیا در روز قیامت از همه پرسیده می شود یا اینکه بعض انسان ها به حساب خلاص می شوند از عذاب قیامت؟ اکنون در این موضوع که آیا همه را پرسیده می شود یا اینکه بعضی ها به حساب از قیامت خلاص می شوند، در علم حدیث اختلافات هست. بعضی روایت ها هستند که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که بعضی بنده هاش خداوند به حساب داخل جنت میگردند. خصوصا اون حدیثی که جناب پیغمبر ما را از جان بیان، اون حدیثی که پیغمبر بزرگوار ما را یعنی خداوند وقتی مقام شفاعت میتیه از حد زیاد در نزد عرش گریه میکنه، خداوند با سوش میگفته که حبیبی محمد صلی الله علیه و سلم، دوستم ای محمد، ارفع رأسک، سرت ببردار، از سجده سرت بردار، قل یسمع، بگو هر چیزی میگوی من ترا گوشت میکنم، سل تعطى، بپرس هر چیزی میپرسی من برات میدهم، و شفع تشفع، شفاعت کن که امروز شفاعت کننده تو هستی. جناب پیامبر میگه وقتی سر از سجده میبرداشته است، آبهای دیدش رخسارهاش تر کردگی هستند، یعنی آبهای دیده از حد زیاد رفتن که چهره مبارک از آب دیده تر است. رب العالمین بسوش میگه که ای حبیب محمد، از همین گناهگارهای امتت 70,000 شب به حساب بگی از همین دری راست داخل جنت کن به خاطر این قطره های آبی دیدت. یعنی که چنین روایت ها هم هست. اما با حدیث هایی هستن که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن 40. گفتن در روز قیامت هیچ شخصیتی نیست که یعنی از عذاب قیامت، از حساب قیامت خلاص شود تا اینکه 4 سوال جواب نگه. یعنی از تمام خاص عام خداوند از 4 چیز میپرسیده در روز قیامت. رب العالمین میپرسیده که عن عمره فيما افناه، میفته عمر تا در چی کار فنا کردی، عمر تا در چی کار صرف کردی، 50 سال 60 سال عمر دیدی در چی کار گذراندی. و عن جسده فيما ابلاه،
از جسد میپرسیده، پروردگار میگفته چی چیز خوردی که جسدت یعنی قوت گرفت، چی چیز یعنی با چی چیز بدن تا پرورش دادی. وقتی ما هر چیزی که بخوریم بدن قوت میگیره، یعنی فربی میشوه یا خراب میشوه از روی خوردن میشوه. خدا میپرسه که با چی چیز بدن تا یعنی پرورش دادی. خب و عن علمه ماذا عمل فيه، از علم میپرسید از خدا، میگفته علمی که داشتی به علم چی عمل کردی، یعنی میدونستی فلان کار گناه است فلان کار ثواب، کدامش کردی، از علم میپرسیده. در آخر میپرسید و عن ماله من اين اکتسبه و فيما انفقه، خدا میگفته که مال تا از کجا به دست آوردی و در کجا صرف کردی. خصوصا شخصیت هایی که دارنده هسته، یعنی جواب شما دو جواب داشته. یکم میپرسیده خداوند که از کجا مال پیدا کردی، از راه حلال یا اینکه از راه حرام. با میپرسیده است که مالی که پیداش کردی در کجا صرفش کردی. پیغمبر بزرگوار است که از تمام خاص و عام این 4 سوال پرسیده می شود. اکنون گفتیم که اختلاف روایت است. هست روایت هایی که بعض انسان ها را خداوند به حساب داخل جنت میکنه، بعض انسان ها را یعنی که میپرسه. خب السلام علیکم دامولای عزیز. خب از حیات ناامید شدن گناه است یا نه؟ از حیات ناامید شدن، اکن این سوال بعضی برادرها میتین که یعنی از زندگی یعنی دل خنک شدیم یا اینکه دل تنگ شدیم. هر چیز اصل باید در قسمت انسان، در تقدیرات انسان میآید باید راضی باشه. چی دارندگی، چی ناداری، چی خرسندی، چی غمگینی، انسان باید راضی. ولی یک عزیزای خدا یک جمله داره میگه یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. میگه یک انسان درد میخواد، انسان دوا میخواد، یک انسان دیدار میخواه، یک انسان وصال میخواه. میگه از همه اینها همون چیزی را من دوست میدارم که خدا برای من میخواه. در حیات انسان کمبودی آمد، نارسایی آمد، باید به تقدیر به قسمتش راضی شود. دست به خودکشی و دست به دارو خوردن و دست به دیگر گناهان، اینها گناه خیلی عظیم و بزرگ هستند. انسان باید از حیاتش یعنی که دل کنده و دل شکسته نباشه، ناامید نشود. ان شاء الله امید دار، فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. هر یک پستی از پیش بلندی داره، هر یک بلندی پستی داره، هر یک وزوینی سبکی داره، هر یک هم از پیش شادی داره، اجر و ثواب زیاد داره. به همین خاطر انسان باید یعنی که دل شکسته نشود. چی عمل را همیشه تکرار باید کرد؟ البته را عبادت بندگی، ذکر یاد خدا. شخصیت آمد نزد پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن یا رسول الله تن این عملهای شریعت خیلی زیاد هستند، برای من دشوار و مشکل است همه حفظ کردن، از خود کردن، عمل کردن. برای من یک چیزی بفرم که من او را به جا بیارم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که لا یزال لسانک رطبا عن ذکر الله. گفتن یگان لحظه زبان تا از ذکر خدا خوش نگردان، یعنی همیشه زبان تر به ذکر یاد خدا باشه، همیشه در زبان ذکر یاد خدا باشه، همیشه مشغول در عبادت بندگی خدا باشه. خب دامولا یک پاره قرآن را 30 بار خوانی درست است ختم می شود؟ بله برادر عزیز، یک پاره قرآن اگر 30 بار بخوانی ختم می شود که ثوابش در حق یگان کس ببخشی. درست است. السلام علیکم حضرت. خب در وقتی نماز جماعت خواندن در صف پیش یک جا خالی می شود، آیا می تواند خب نمازگزار خب از صف دوگرش به صف پیش گذرد؟ وقتی که صف میگیرن مردم، مثلا صف پیش یک جا خالی میمونه، صف‌هایی که در قفا هستند، این برادر پرسیده است که میتواند که از صف قفا یعنی که در درون نماز نیت کرده است در داخل نماز صف پیش گذره؟ برادر عزیز بله میتواند، فقط پاهاش از زمین نمیبرداره، پاش در زمین شکیده یعنی در 3 قدم باید خچه در صف پیش یعنی که جا کنه. وقتی صف پیش خالی باشه و انسان در صف قفا بیسته، نمازش مکروه میشود. نماز انسان های پیش مکروه نمیشود، نماز شخصیت هایی که در دوم سوم صف ایستادن نماز اونها مکروه. حتی فقها گفتن که وقتی انسانی که در دوم صف از پیش نگذشت، باید انسانی سوم صف بودگی صف اونها را یعنی ببره، بدرانه و خچه در صف پیش یعنی جا کنه، به خاطری که نماز اونها مکروه نشدن.
خب در وقت نماز خواندن یگان سوره را خطا بخوانی خب و سجده سهو به جای بیاری، دوباره نمازت را خوانی یا نه برادر؟ از وقتی هم سجده سهو کردی، اصل به خطا کردن سوره سجده سهو واجب نمیشه. مثلا یگان جای آیت رو بپرتا یا یگان جوش اگر خطای معنوی نشه سجده سهو واجب نمیشه. اصل سجده سهو به ترک واجب، به تکرار واجب، به تأخیر واجب، یا اینکه به تأخیر فرض میشود. یگان جای سوره را خطا کردی، اگر مثلا فرض کنیم بعد از سوره الحمد 3 آیت خوانده باشی که خطا کردی، میتونی دیگه جستجو نکنی، الله اکبر بگوی و به رکوع بری. اما وقتی که سجده سهو کردی، با سجده سهو نمازت بود میشود. شرط نیست که ایسر نماز بخونی، چون که خداوند در قرآن امر کرده که لا تبطلوا اعمالکم، عملها تو باطل نکنی، بیکار نکنی. یعنی که به سبب سجده سهو عمل شما درست میشود. خب السلام علیکم داملوی عزیز، من یکی از مخلصان همیشگی شما می باشم. بسیار خوب می شد که به این سوال من جواب می دادید. خب در وقت نماز خواندن چشمها پوشیدگی درست است؟ نه برادر، از در وقت نماز انسان چشمهاش بپوشه نمازش مکروه میشه. شبی گذشته هم گفتیم که وقتی جای نماز یعنی در تاریکی باشه که سجدگاه نبینی، در این صورت هم مکروه است. یا اینکه انسان عاجز، انسانی که چشم بینا نداره، امامتش مکروه است، وای نمیتونه که امامتی کنه چون که وای نمیبینه. به همین خاطر انسانی که یعنی در بعضی شخصیت های هستن که چشمها را میپوشن نماز میخونن، چشم پوشیدگی نماز خواندن این مکروه است برادران عزیز. خب بعد پرسیدن منکر و نکیر، اگر انسان جهنمی باشد بعد روز قیامت عذاب شروع می شود یا پیش از روز قیامت؟ خب هر انسانی که جهنمی و گناهگار باشه وقتی انسان در قبر میمانند، البته انسانی که صالح باشه اون منکر و نکیر از 3 چیز میپرسن: من ربک، ما دینک، من نبیک. ربی تو کی هست؟ دینی تو چی هست؟ پیغمبرت کی است؟ انسان صالح میگفته که ربی الله، ربی من الله هست، دینی الاسلام، نبی محمد صلی الله علیه وسلم. در روایت گفتن که صورت جناب پیغمبر میارن، میگن در حق این شخصیت شما چی گفتنی هست؟ آیا به این آشنا هست یا نه؟ البته انسان صالح جواب گفته میتواند. وقتی جواب گفته میتونسته، با سوی او گفته میشه که نوم که نوم العروس، میفتن خواب را مثل خوابی عروس که در روز قیامت را دوست داشته شدت بیدار میکنه. عروس از سحر کشید، یعنی شوهرش در حال بیدارش میکنه که بخیز که یعنی در خواب نمانی، بخیز که اکن شبهای اول از عیب نشوه گفته. یعنی انسانی که وقتی جواب گفته میتونه، با سوی او منکر و نکیر میفتن که خواب را که ترا در قیامت پروردگارت دوست داشته شدت، پروردگارت بیدارت میکنه. این انسان میفته که من اجازت بده برم اهل بیت ما خبر کنم که از جواب شما گذشتم، حالتم خوب است. با سوی گفته میشه نه، که برای تو دیگر اجازت نیست. خواب را خداوند این شخصیت قبرشه، یعنی که یک باغچه از باغهای جنت میگردونه. جناب پیامبر گفتن که القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر نیران. قبر هر شخصیت یا باغ از باغچه های جنت میشه، اینکه پستی از پستی های دوزخ. اما انسانی که گناهگار است و فاسق و منافق است، این شخصیت وقتی میپرسیدن من ربک، میفته لا ادری، ربت کس؟ میفته نمیدونم. اصل انسان پیش از اینکه در قبر میماننش، پیش از این خداوند همون منزل آخرت براش پیش از مردنش نمایان میکرده، نشان میداده که یعنی کجا رفته ایستاده. انسان صالح وقتی در تابوت میموندن میفته قدیمون زودتر و تیزتر ببرین، من محتاج جنازه شما نیستم. جنازه یک دعا هست در حق مرده، خداوند آخرت من آباد کرده است. اما انسانی بعد میفته که اخیرون آهسته تر ببریم، به حالم رحم کنه که آخرت من عذاب است. انسانی که بد است وقتی میپرسیدن من ربک، میفته لا ادری، نمیدونم. یعنی که بعد برای او عذاب شروع میشد است. عذاب قبر، زبغه قبر در عقیده ما میخونیم، آشنای قبر از دو طرف با چنان جقیده نمیکرده که قبرگاه های انسان از همدیگر تا میگذشتن. یعنی که چقدر سخت قبر انسان میجقیده. و عذاب قبر
این حق است. ما در عقیده را میخونیم اهل سنت و الجماعت در یگان تردید و یعنی ضدیتی ندارن. تا روز قیامت انسان صالح در راحت است. خداوند قبرش یک باغچه از باغهای جنت میکرده است. در بعض روایت آمده که 70 گز در 70 گز، یعنی یک گزش 70 سانتی متره. اگه 70 گزش چقدر شوه حساب کنید خودتون، یعنی که 70 گز ای جانبش 70 گز ای جانبش. خداوند قبر انسان یک باغچه از باغهای جنت میکرده. در گوشه قبرش یک مهری میکشاده، بوی خوش جنت در دماغش میزده. تا روز قیامت در راحت خواب میرده. اما انسان بد تا روز قیامت حالش عذاب بوده. عذاب در قبر یعنی که شروع سر میشه. خب آیا میتواند یک شخص دیگر را خب اگر در حقش خیانت کرده باشد، خب در وقت پرسیش در روز قیامت یک دیگر را ببخشند؟ خب بله برادر عزیز، چی در این دنیا باشه چی در آخرت باشه انسان حقی بخشش داره. در بالای هر انسان دو حق است، یکمش حق الله، دویمش حق العباد. پروردگار حقی چه میبخشه، غفور و رحیم است، بخشنده مهربان است. انسان اگر گردنی کج کنه و پشیمان شوه، پیغمبر بزرگوار گفتن ان ندم و توبتون، پس همین پشیمانی از گناه خودش توبه هست. دیگه شرط نیست به زبان گفتنی توبه، به همین دل پشیمان شوه که چوه گناه کردم، چوه این کار کردم، خداوند انسان میبخشه. اما حقی که در بالای بنده خدا یک کس حقش خورده، خیانت کرده، دشنامش داده، آزارش داده، این را خداوند نمیبخشه. در روز قیامت اگر شخصیت از حقش بگذره، خداوند یعنی که عذاب نمیکنه میبره. نه که نگذره، در قیامت بعد از اون اوجا حق گذاری به ثواب و گناه میشود. خداوند از ثوابهای انسانی که حق خورده است یا حق خیانت کرده، ای ثوابهایی میگرفتن برای شما میدادن. اگر این ثواب نداشته باشه، از گناههای یعنی او میگرفتن در بالای شما چیکار میکردن؟ در بالا صاحب حق وقت حقش خورده، ای گناهایی که صاحب حقش خورده میگرفتن در بالای شما زم میکردن، بار میکردن. یعنی که ضرب و طرح در قیامت به ثواب بوده. خب خیر وقتم بود شد. خداوند بزرگوار جمعیت ما را بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب بگردانه. خداوند مشکلی هامون آسان بگردان. پروردگار را در کسب کار حلال این جمعیت برکت ها عطا بفرما. پروردگار را در این روزهای مغفرت گناههای ما و گناههای گذشته های ما را مغفرت بگردان. پروردگار این جمعیت هر امید و آرزو مراد و مقصدی داشته باشند به مراد و مقصد برسان. برادرهای مسافر و مهاجر بسیار التماس سخت کردن، دعا پرسیدن. پروردگارا ما همیشه دعاگو هستیم که خداوند بخت سعادت نصیبشون بگردان، از بلاها و آفتها و مصیبتها و مشقتها در حفظ امان نگهشون بدار. پروردگارا در کسب کارش و برکتها عطا بفرما. پروردگارا جمعیت خاتمه به خیر بگردان. پروردگارا اسلام عزیز من در روی عالم غالب بگردان. دشمنهای اسلام خار و زبون و نیست و نابود بگردان. حکم و قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه.